نقطه دیگر من برای شما میگذارم صحبتی آموزگارانه که مجبور شون میکنن در مسئله قضیه بدخشان گپ زنن. گپ بزنیم بعد میریم بالای بعضی نقطه های دیگر. مرحمت. من جامزا و نرگس، معلمه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 قشلاق شکوش نویه رشقلم در تاریخ 15 ینور سال 2022 مورو عزیز بیک و میسره و شوی مردانوف با فریب دعوت کردند و شرکت ولایت مختار کوهستان بدخشان از ما با فشار اینترویو گرفتند. گفتند که اگر اینترویو نتیتان ما با ماده 90 شما رو پرتکال ماموری میکنیم، شما رو جریمه میکنیم و شما رو به سود میتیم. ما از فشار از ترس با اونا مجبور شده اینترویو دادیم. اوضاع در اولای ما نوتنجی است. از مردم هر گونه گپای قبیل رو میشنویم. منم آموزگار متنوع نام 6 نویه روشقلم جانشین تربیوی حینانم کتی همین جامزار دم حینان همین با همین فشار از ما اینترویو گرفتم و از ترس اینترویو دادیم. خب میبینین عمر دروغ کوتاه است. عمر دروغی که شما میخواهید یک حکومتی واقعا به برنامه. من برای چی میگم که شما احمق هستین، شما بی سواد هستین، شما برنامه درست ندارین، اثبات جنایت کار بودن تو نکرده هستین که یک آموزگاری بیچاره رو میبرین رو پروی دوربین میگن گپ زن. او زندگی داره، او همسایه داره، او خش تبار داره، او فامیل داره. در بدخشان مصیبت از غم از درد از مردم کشته شده است. مردم عذاب داره، مردم درد داره. به جای شما نماینده های مردم، وکیلان پارلمان، رهبر کشور، دیگر رئیس و دیگر چیزا بروین از اون مردم میگن مردم بله اینجا جنایت صورت گرفته است، همدردی ما رو به خاندان فلان فلان برسانین، بفهمونین که اصلا نباید در اون منطقه فشار صورت بگیره. به جای که شما بروین از این مردم دفاع کنین، نیروی امنیت میره و آموزگار را مجبور میکنه، اوش میره ملا را مجبور میکنه، اوش میره دانشجو را مجبور میکنه، اوش میره یک کس دیگر را مجبور میکنه. این برنامه ها اسپکتاکل‌های ساخته شما دیگر برای مردم نمیگذره. با این نمود دولتداری عمر خودتان کوتاه میکنید. شما بدانید که غضب مردم بیدار میشوه. شما بدانید که این عملهای شما عمر شما را کوتاه میکنه. من در این هیچ شکی ندارم که هزارها جوانای بدخشانی، به خدا قسم من بعضی جوانایی که در اروپا از بدخشان زندگی میکنه راهی رفتن به کشور گفته زنگ ما بریم، به خدا قسم ما برم از مادری گلبدین دفاع بکنم. میگه نفرت، کبر، غرور نسبت شما چقدر بیدار شده است. این مردم چقدر نفرت کرده برای شما. میفهمین؟ کسایی که ما را گوش نمیکردن، کسایی که ما را سنگ میزدن، میگه اکا برادر من تا این زمانی که من این حالت ندیدم میگفتم شما افسانه میگین. ولی امروز ببین که حالت چگونه است، ببین که چگونه پروندن، ببین که چگونه کشتن. عکس‌ها را میبینن مردم روز تا روز غضب و غرور این مردم بیدار شده است نسبت شما. شما با این برنامه‌تون عمر خودتون و سر خودتون میخرین. من باز هم در برابر مخالف بودن میگم که شما یک ایدئولوژی نو قد داخلی رقابت شوین. شما یک ایدئولوژی سالم قد دولتداری کنین. شما یک برنامه خوب قد پیش برین. وگرنه هم چون مثل گلبدین شما ریزه میشوین. من تهدید نمیکنم، من کسی را به قتل دعوت ندارم، اما کار شما، عمل شما، برنامه شما، اون جنایت که شما بالای این مردم میکنین، فکر میکنین مردم شما را میبخشه؟ حتما یک شخصیت، یک نفر دید که کیها گلبدین کشتن، دید و بالاخره دید که فرمه نظامی داشتن. شما نظامی ها در نظر مردم شما دشمن نتراشین خودتون. هر کسی که یک فرمه نظامی داری الکی در پیش مردم بدخشان یک جنایتکار حساب میشوی.
هر کسی که رتبه دارید یک حامی نیت، یک امنیت، کسی که امنیتی مردم دفاع نیت، یک جنایتکار نمایش داده است. شما ببرین از اون مردم بگین های مردم من افسر نظامی هستم، اما ما را درست بفهمین، وظیفه ما نیست کشتن، وظیفه ما نیست قتل. صحبت مادر را بشنوین که میگه امنیت کشور ما عمیق فهمیدگی برای قتل مردم بوده است. یعنی شما میفهمین مردم شما را چگونه بها داده است. شما عضو مردم هستین، حکومت، رحمانوف، دختر و داماد و عزیز و منوش، اونا بالاخره فرار میکنن یا بالاخره زندان و بالاخره مال و ملکشون گرفته میشوه. اما شما چی کار میکنین؟ زن و فرزنداتون کجا میروه؟ شما سالها شاید کسایی هستن که در این وطن واقعا خدمت کردین، اما یک احمق، یک بناموس، یک ابلهی که با فرمای نظامی میروه یک نفر میکشه، او چهره همه شما را نشان میده. شما امروز باید در کنار مردم باشین. شما امروز باید ببرین مردم ها بگین آی مردم، آی مادری عزیز، بعد از این اعتراض مردم مادر باید هزارها نظامی، اگر جامعه ما جامعه واقعا سالم شد، واقعا افسران و سربازان ما یک انسانهای سالم و وطن دوست میشدن، شاید 100 کس یا که 1000 کس میبرم میگفت خب مادری عزیز مسئله امنیت چیز دیگر است، اما اون جنایتی که در بدخشان شده است این مفهومش دیگر است. ما خواهش میکنیم ما کسایی هستیم که امنیت وطن مادر را دفاع میکنیم، ما را با اون گروه پیوست نکنیم. باید اینی گونه جامعه ما داشته باشیم، باید رقابت باشه، باید فکرانی باشه. وقتی یک نفر میبره شما را تهدید میکنه، وقتی من میبرم میگم در امنیت یک انسان سالم با طور مثال نیست، باید هزارها نفر برین فکت و اسناد خود نشان بده که آی برادر شما در حق ما تحقیر نکنید، من کسی هستم که از ناموس این ملت دفاع میکنم، من هیچگاه با او گروهی بخیرت و بشرف و بفرهنگ و گروهی که قتل میکنه تجاوز میکنه مرا با گروه داخل نکنید. باید هزارها چنین جوانها برین گپ زنن. از چی میترسین؟ ترس از خوجتون، از رهبرتون، از رهبرای نمیدونم شعبه و بخشا و وزارتاتون میترسین؟ یعنی امروز در این دنیا میترسین؟ آهی مادر به نام خدا قسم میگیره، به خدا قسم من هیچ شکی ندارم مادر واقعا به درد گپ میزنه. و این دو زن دیگر را بیچاره را بردین در روپروی دوربین موندین، برنامه کردین. همین از سیاست، همین از دولت داری. من باز هم میگم شما در طول کسانی از رحمان و باوری دارن که شاید آینده کارهای انجام میتید. در طول 30 سال یک برنامه درست نمیتونه که جنایتاش رو پوش بکنن. وقتی بعضی از کشورهای خارجی، بعضی پرزیدنت هایی که واقعا جنایت میکنن اما نظر میکنید چگونه روپوش میکنن، چگونه جنایتاشون هم بسته میکنن، چگونه جواب میتین که واقعا دیپلماتی جواب میتین، واقعا عملهای میکنن که خیلی حرفه‌ای است. یک انسانی اگر او قدر فهمش زیاد نداشته باشه نمیفهمه که واقعا همون جنایت کرده است. ولی شما برای یک کودک نشان دادید که جنایت کرده استین. شما در طول 30 سال حالا متخصص نشدین، راهبر نشدین، نمیدونم شما اینقدر کتاب کی برای شما گفته است نویسین، اینقدر عنوان و اینقدر چیزهایی که برای شما دادن، من فکر میکنم برای یک انسان سالم یعنی چیزا این کسب و کار و این هنر و تمام هنر را داری. من فکر نکنم که شما ارزنده این چیز باشه. پس بچه دو آموزگار دو زنه که بیچاره را میبرن میگن در روپروی دوربین گپ زد به گوگل بدین قطعا هموطناش برای این بدخشان تروریست بود یا که جنایتکار بود. این چی نمود برنامه است؟ شما یک منطقه را داره رزبار، شاید بعد از 10 سال، بعد از 10 ماه، بعد از 5 روز دیگه مردمی بدخشان هم یک گپ میشن میبرن میگن ما کلا جدا میشیم از تاجیکستان. چیکار کرده میتونین؟ هزارها نفر میدان میبره زور شما میرسه؟ میتونین اون مردم رو بقپین؟ نه. با او خاطر بجای شما کوشش کنین، کوشش بگیرید که چرا مردم بدخشان امروز زیادتر میره در روسیه پناهندگی میگیره، حجت میگیره، پاسپورت میگیره، علتش چی است، سببش چی است؟ باید شما برین این منطقه را بیاموزین. و خدا نکنه روزی نشوه که منطقه بخیزه بگم ما جدا میشویم از تاجیکستان. بجای شما همچون یک حکومت، همچون یک دولت، همچون یک نظام درست پیشکش بکنه برای مردم کمی باشد به دوشنبه نزدیک بکنه. مردم دوشنبه را، مردم کلاب، مردم زرافشان، مردم تابه برین در بدخشان جا بتین، آمیخته بکنین منطقه را تا به این مشکلات ها از بین بروه. این قضیه هایی که ما و شما داریم، محلگرایی و نمیدونم هر کس خودش جدا میکنه، این چیزا باید نباشه در منطقه های تاجیکستان. مردم جلب کنه، متخصص بیاد در دوشنبه کار کنه، از دوشنبه متخصص بره در بدخشان کار کنه.
معلم از دوشنبه رود در بدخشان شرایط خوب داشته باشه آموزگار شوه کار بکنه یک بدخشانی بیا حق داشته باشه در NVD در KGB در سو در پروکرور بگذار مشاوری پرزیدنت باشه بگذار شهردار باشه بگذار رئیس یک ناحیه بزرگ باشه و این چیزا را شما داشته باشین در صدی روبری کشور شما عقدتون به همین اندازه نمیگیره که آمده این با این برنامه هاتون مردم داره جنگ انداخته سین مردم داره بدنام کرده سین مردم غضبش بالای خودتون زیاد کرده سین او مردم شما در یک تاریخ سال کشتین دیدین که غرورشون پس نشد او مردم یک مردم بغرور است نمیتونین شما او را ناموس و غرورش پس بگیرین پس راه دیگر را بگیرین راه سیاست را بگیرین راه دیپلمات را بگیرین که خب ما با این مردمی که غرور داره چیکار باید بکنیم با این مردمی که شجاعت داره برای یک نفر 3 روز 3 شب و 3 روز میدانداری کردن پس شما همچون یک متخصص بشینین بیاموزین که ببینین که ما در وحدت کشتیم عمره یک وحدتی بلند نشد ما در دوشنبه کشتیم سربازا یک دوشنبگی بلند نشد ما در کلاب کشتیم یک برادری کلاب و یک برادری نمیدونم ونجی و غرمی و بلند نشد اما در بدخشان ما گلبدی نکشتیم چند باری که ما بدخشان رفتیم کشتیم مردم قیام کرد در نمیدونم واروخ کشتیم کسی بلند نشد اما این مردم فرقیت دیگر است ما دیگر برای قتل کشتار نمیتونیم برای اون مردم برنامه ریزی کنیم سیاست ها پیش بگیرین مشاورای درست بگیرین در براتون مشاورای درست بگیرین با مردم کار کردن بیاموزین در بین مردم یک رئیس را نمیبینی که مردمی باشه کابینتاتشون شیشتگی صبح ساعت 8 میروند از درون کابینتاشون محکم تا ساعت 6 بگه هیچ کس نمیبینه اون رئیس چیکار میکنه رئیس بودن معنی نداره که در اتاق کاری بشینی دستا بعد کافه بیارن پیش خدمت باشه عروساتون در براتون بشینین تا بگره برین تمام اون رئیس بودن نیست مسئولیت شما نیست از آسمان نافتیده اینکه شما الگو باشین باید در بین مردم شما در بازار باشین شما در خیابان باشین شما در انشاءات باشین شما در راهسازی باشین در راه تمیزکنی باشین شما راننده باشین این چیزا رو باید یک رئیس داشته باشه چیز عادی از این چیز کدام رئیس هم میبینه که هر روز با دوچرخه میره جای کارش آیا هست یگان رئیس هم میبینه که با یک ماشین 06 و 07 ساعت که میره هست نه رئیس باید حتما پرادو خدی بره حتما لکسوس خدی باید بره از کجا گرفتن این فرهنگا بودجه کشور 4 5 میلیون قرض میلیارد قرضدار رئیس کاروفرش در آسمان رئیس از بالا گذره رئیس گالسوکی میبستگیش 500 تا 1000 دلار کاستومش مخصوصا کلمش از ایتالیا و نمیدونم از کشورهای پیشرفته دنیا چی نموده است